فواید گریه کودکان. امام صادق علیه السلام فرمود: از منافع گریه کودکان نیز آگاه باش، بدانکه در مغز کودکان رطوبتی است که اگر در آن بماند بیماری‌ها و نارسایی‌های سخت و ناگوار به او رساند، مانند نابینایی و جز آن. گریه آن رطوبت را از سر کودکان سرازیر و بیرون می کند و بدین وسیله سلامتی تن و درستی دیده ایشان را فراهم می آورد. پدر و مادر از این راز آگاه نیستند و مانع آن می شوند که کودک از گریه‌اش سود ببرد. اینان همواره در سختی می افتند و می کوشند که او را ساکت کنند و با فراهم کردن خواسته هایش از گریه بازش دارند، ولی نمی دانند که گریه کردن به سود اوست و سرانجام نیکی پیدا می کند. بدین ترتیب چه بسا که در اشیا منافعی نهفته باشد که معتقدان به اهمال و بی‌تدبیری در کار عالم از آن غافلند و اگر می دانستند هیچگاه نمی گفتند که فلان چیز بی ثمر است، زیرا آنان از اسباب و علل آگاه نیستند. به راستی هرچه را که منکران نمی دانند عارفان می بینند. چه بسیار است چیزهایی که دانش اندک آفریدگان از آن کوتاه و خالق آفرینش با دانش بی پایانش از آن آگاه است. قداستش عظیم و کلمش بالاست.